آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر برنامه ای را تحت نام بیداری فکری جوانان در عصر فتنه ها در ولسوالی حصه اول این ولایت برگزار کرد. مسئولان هدف این برنامه را تمسک به دین مبین اسلام و مبارزه علیه فتنه های سد راه جوانان عنوان کردند. و کوشش بکنیم که در جامعه‌ای که زندگی میکنیم از هر نوع امکاناتی که در اختیار ما می باشه به خاطر خدمت به دین اسلام، به خاطر خدمت به دین مقدس اسلام و همچنان جوامع بشری کار بکنیم. همچنان علمای دین از جوانان خواستند تا به میراث‌های بجامانده از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم چنگ زده تا رستگاری دارین نصیبشان گردد. ما به خود الگو داریم که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. ما اشخاص با دین میشناسیم، ما دین با اشخاص نمیشناسیم. ما پیامبر علیه السلام بهترین الگو، بهترین نمونه داریم. امروز در سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم فلاح و کامیابی ماست. هر کدام ما میتونیم با علم و دانش، با فکر و اندیشه و با بیداری زندگی بکنیم، زندگی با ثواب، زندگی با عزت، زندگی با دین، زندگی با اسلام، زندگی با شریعت. هم دین خود با دین باشیم و هم دنیای پیشرفته و خوب داشته باشیم. در همین حال جوانان با ابراز خرسندی برگزاری این گونه برنامه ها را در بیداری جوانان و جلوگیری از روی آوردن جوانان به کارهای خلاف و مواد مخدر سودمند می‌دانند. بیایید با هم برای بیداری فکری، تقویت تعلیم، مبارزه با مواد مخدر و توسعه ورزش سالم و منسجم دست به دست هم دهیم. ما اگر خواهان تحول مثبت هستیم در یک کشور ما، خواهان گام‌های مثبت هستیم در سرزمین ما، باید ستون فقرات ما که جوانان هستش بدیم. به گفته آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر قرار است همچو برنامه ها جهت بیداری جوانان در تمام ولسوالی های این ولایت برگزار گردد.